نشر این نوار در رادیو آزادی واکنش زیادی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ابلاوا و یا اجباراً به خدمت حربی جلب کردن بهادر برپیوی 23 ساله در حولیشان در محله اولی سامانی ناحیه یوان ثبت شده است. پدرش میگوید فرزند او را مثل جنایتکار دستگیر و در ماشین سوار کردند. زیاده 20 کس آمد بچه مرا زدن، دراندن کرتاشانه، تریزوار شکستن، گرفتن بردن به دعوت نامه. در کمیسریات حربی ناحیه یوان گفتند با بهادر برپیوف دعوتنامه دادند و ضمن بردن او به کمیسریات بهادر خشونت نشده است. دعوتنامه را گرفته حاضر نشدگی باشد هم این حالتی که ما مشاهده کردیم این نباید این طور شود. حقوقشناس دلشاد جورایف میگوید با وجود سرکشی جوانان پس از دریافت دعوتنامه کمیسریات حق ندارد به خانه آنها وارد شده اجباراً دعوت شونده را به خدمت برد. کارمندان کمیسریات های حربی موادهای جمع شده را به وزارت کارهای داخلی روان میکند و وزارت کارهای شعبه های وزارت کارهای داخلی پروتکل مأموری ترتیب داده به جوابگری کشیده می شود شهروند. در حالی که مقامات وزارت دفاع تاجیکستان از اجرایش بیش از 70% جلب جوانان به ارتش خبر می دهد، شکایت ها از ابلاوا و یا دعوت اجباری جوانان با اصول های گوناگون همانا صدا می دهد. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در تاجیکستان که شکایت ها از ابلاوا و دیدفشین را پیگیری می کند، در موسم تیرماهی دعوت به ارتش الکی 8 مراجعت و 12 نوار اجباراً جلب شدن جوانان به خدمت حربی را دریافت کرده است. اکثریت این ویدیوها در شهرهای دوشنبه، شهرهای بزرگ به ثبت گرفته شدند. ما همه این ویدیوها را با عریضه مراجعت خود به پروکراتور حربی به ثبت کرده ویدیوها را با پروکراتور حربی برای تحقیق و اگر در حقیقت آیدی رفتی دعوت باشد اگر چاره‌های حقوقی اندیشتن فرستادیم تا حال جواب نگرفتیم، لیکن امیدواریم که جواب میگیریم. دلربا سمدووا به نوار ابلاوی بهادر نیز آشنا است و جنبه‌های حقوقی این حالت را شرح داد. لیکن هیچ وقت با این راه با ویران کردنی دخل‌ناپذیری منزل زورن کشیده بردنی دعوت شونده به خدمت حربی این قانون ویران کنی دغلانه می باشد. این حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان را ویران می‌کند اگر در حقیقت این ویدیو ابلاوا باشد. هرچند وزارت دفاع تاجیکستان وجود ابلاوا را رد می‌کند و از زیاد شدن صف اختیاریان خدمت حربی در سالهای اخیر ستایش می‌کند، اما حالت‌های جلب اجباری جوانان به صف ارتش برها رسانه‌ای شده است. کارشناسان میگویند برای از بین بردن ابلاوا در قانونگذاری کشور باید اصلاحات جدی وارد شود.